الرحیم. با سلام به همه بینندگان گرامی، به مناسبت سال روز حماسه حسینی کوشش داریم که به محتوای این حماسه آشنا بشیم، هم با توجه کردن به موضع‌گیری ها و بیان های صریح خود امام حسین که خط و محتوای حرکتشو بهتر از هر کسی بیان میکنه، و هم بر پایه خط کلی که طبق تعالیم اسلام هر مؤمن متعهدی میبایستی بهش وفادار باشه. و این آموزش و ارزش پایه و عام اگر در یک کلمه بخوایم بیان بکنیم عبارت هست از هجرت الله، مهاجرت به سوی خدا، که در گفتار قبلی از قرآن هم آیه رو حضورتون قرائت کردم که پیش از اسلام هم در دوره ابراهیم خلیل هم لوط پیغمبر موقعی که انتخاب میکنه ایمان ابراهیمی رو، میگه که دیگه من از حالا به سوی پروردگارم مهاجرت میکنم. این انتخاب رهسپار شدن که قابل تصور هست که بدون نقل مکان و تغییر توطن هم صورت بگیره، ولی چون در حقیقت یک جابجایی بزرگ و عمیق هست ازش به عنوان هجرت یاد میشه. در تاریخ ما، یعنی تاریخ اسلام که دیگه اصلا مبدأ تاریخ ما هجرت بزرگ حضرت محمد هست، یک جابجایی بزرگ، کما اینکه در نهضت حسینی از حجاز به عراق. مهم این هست که ما از این فراموش سازی طولانی مدت در بیاییم که ارزش هجرت حاکی از یک رخداد تاریخی هست که سال 620 میلادی اتفاق افتاد، هجرت حضرت محمد از مکه به یثرب به مدینه. نه، هجرت یک ارزش و یک وظیفه تعطیل ناپذیر، دائمی و همیشگی است و عنصر متعهد مبهد به هیچ سرزمینی و خانه‌ای و تعلقات دنیایی مختلف، هر چی رو که حساب بکنیم، پابند نیست و پرواز او وقف ناپذیر به سوی محقق کردن اهداف مبارزاتیش و آرمانهای توحیدیش است. غیر از این اگر آگاه باشه به مهاجرت نکرده باشه اعرابی است. اینجا فکر میکنم که خیلی متناسب هست که از همون هجرت معروف حضرت محمد هم ما این درس رو در اون هجرت هم ببینیم و ملاحظه بکنیم. خب همه میدونیم که در سالهای آخر اقامت حضرت محمد در مکه، یعنی بعد از شیب ابی طالب و به خصوص بعد از وفات همزمان خدیجه و ابو طالب، شرایط خیلی
دشوار شده بود شرایط زندگی بر حضرت محمد به مؤمنان و راه حل برای ادامه دادن راه این بود که به یک محیط امنی غیر از مکه که دیگه ناامن شده بود منتقل بشند. این خیلی معروفه، همه اینو میدونند. ولی واقع قضیه این هست که اگر به ریز تحولات تاریخی همین قضیه نگاه بکنیم متوجه میشیم که موضوع عبارت از خلاصی جستن از یک وطن پرتنگنا و مثلا پناهندگی گرفتن در یک جای امن و راحت اینجوری نبوده. فکر میکنم که همه میدونیم که در 1 سال قبل از هجرت در موسم حج حضرت محمد ارتباط برقرار میکنه با حاجیانی که از قبایل یثرب به مکه آمده بودند. موضوع دعوتشو با اونها در میان میذاره. اونها برخورد مثبتی داشتند و ازش درخواست میکنند که یه نماینده باشون بفرسته. محصول کار این نماینده در شهر غریب یثرب اونقدر زیاد بود، اونقدر گرونده های زیادی رو طی 1 سال جذب کرد که کاملا قابل مقایسه با حاصل عددی و کمی کارکرد حضرت محمد در مکه بوده، چون فقط 70 نفر هیئت نمایندگی سال بعد رو تشکیل میدادن که از مدینه آمدند برای دیدار حضرت محمد در موسم حج بعدی که دیگه نزدیک هجرت حضرت محمد بود که با ایشون دیدار بکنند. چه تعداد مسلمون شده بودند من نمیدونم، ولی 70 نفر هیئت نمایندگیشون بودند، شامل چند نماینده زن. و حال اون که تعداد مسلمان هایی که با حضرت محمد مهاجرت کردند در حدود 130 و چند نفر مرد و شمار کمتری زن محصول این 13 سال کار بوده. با این همه موقعی که مردم یثرب تمایل و اشتیاق خودشون رو بیان کردند که دیگه منتقل بشید به شهر یثرب، حضرت نپذیرفت، یعنی بدون قید و شرط نپذیرفت. حاصل گفتگوهایی که صورت گرفت که معروف هست به بیعت عقبه این شد که مردم یثرب فهمیدند که یک مهمان پرخطری رو دارن دعوت میکنن به شهرشون، چون قرار نیست که حالا رفته به شهر پناهندگی دست از دعوتش برداره. اون راهش رو ادامه خواهد داد. حتما هم نظر به سمپاتی بیشتری که در مدینه لااقل با کمیت بیشتری که ایجاد شده، خب دامنه این فعالیت ها بیشتر خواهد بود، پس بنابراین دشمنانش بیشتر بهش خواهند پرداخت و به جنگ و خونریزی خواهد کشید، چون مشرکین مکه که راحت نمیذاشتند. این عرض به خدمت شما موحدان ناگهان از دسترس اونها خارج شده رو. لذا یک پیمانی منعقد شد معروف به بیعت النساء. علت این که این نام رو انتخاب کردن این بود که خود اهل مدینه اینجوری تئوریزه کردن تعهد خودشونو
که ما از تو و یارانت اونچنان دفاع خواهیم کرد در مقابل هر حادثه‌ای که پیش بیاد، اونچنان دفاع خواهیم کرد که از زن و بچه خودمون دفاع میکنیم، اونجوری که از نوامیس خودمون، از زنان خودمون دفاع میکنیم، از شما دفاع خواهیم کرد. بنابراین این اسم شد بیعت النساء. دیگه فکر میکردن همه چیز تمومه. مجددا از طرف حضرت محمد فراخوانی داده شد. همه اینها هم جالب هست، پنهانی این نشست ها برگزار می شده در محل رمی جمره عقبه در منی. به همین دلیل به اینها گفته میشه بیعت عقبه. و مشرکین مطلع نمی شدند دار دسته ابو سفیان و اینها که به هم بزنند و مزاحمتی فراهم بکنند. در آخرین گفتگو که بعد از بیعت النساء صورت گرفت، با حقیقتی که در پیش رو هست مردم یثرب بهتر آشنا شدند که آقا موضوع این نیست که این مهاجران توی خونه هاشون بشینند، اگر بهشون حمله شد شما مثل دفاع از نوامیستون ازشون دفاع بکنید. نه، اینها در دعوتشون ابتکار عمل به دست میگیرند و لذا ممکن هست بسیاری از جنگ های ماهیتاً دفاعیشون با ابتکار عمل باشه و بنابراین اسم مناسب دفاع از نوامیس نیست، میبایستی پیمان جهاد منعقد بشه. در نتیجه پیمان جهاد منعقد شد و اسم این آخرین بیعت که دیگه بر مبنای اون حضرت محمد تدارک سفر دید، به فاصله کوتاهی این سفر انجام شد و هجرت در اول سال هجری بعد با حلول محرم اتفاق افتاد، به این صورت بود. خب این توضیحات برای چی بود؟ ملاحظه بکنید حتی هجرت حضرت محمد یک هجرت به مفهوم منتقل شدن از جای ناامن به جای امن برای زندگی کردن، مثلا زندگی آبرومندانه در امن، در شرایط امن و راحت، این نبود. یک خروج بود برای بهتر مبارزه کردن، برای مؤثرتر مبارزه کردن، برای پر انعکاس‌تر دعوت رو منتشر کردن و چنین چیزی. البته مستلزم جهاد و قتال بود نظر به دشمن خونی که در میان بود و تاب تحمل یک دعوت تازه به صورت مسالمت آمیز رو نداشت. دیگه توی وطنشون میخواستن حضرت محمدو شبانه بریزن، به صورتی که خیلی معروف هست، با شمشیر زنانی از 40 عشیره متحدن بکشنش که دیگه مثلا تاوان خونش هم آسون باشه. دشمن خونی در میان بود و بنابراین جهاد در پیش بود و هجرت با محتوای استمرار بخشیدن به دعوت و مستلزم جهاد هجرت شد. خب حالا که پیوند هجرت و جهاد رو به این ترتیب توی تاریخچه هجرت حضرت محمد دیدیم، دیگه بعد قابل فهم هست. مثل هر مبارزه پرخطر، کسی که در صحنه مبارزه شرکت نمیکنه و وارد میدان نمیشه، گو با شما هر چه مشترکات داشته باشه، این عنصر نامطمئنیه. نه روی علقه‌های فامیلی و عشیره‌ای و خونیش میشه حساب کرد،
گو که پسر نوح باشه، ولی به راه نوح که وفادار نباشه، چنان که قرآن آموخته انه لیس من اهلک، از خاندان تو نیست. چون دیگه آخه معنی خاندان عوض میشه با وارد شدن عنصر جهاد و مبارزه و هجرت، این معنی عوض میشه. لذا میان کسانی که پیغمبری حضرت محمد رو قبول کرده بودند، حالا با چه میزان جدیت، و فرض بکنید که حتی نماز هم میخوندند، بالاخره شهادتین گفته بودند و مسلمون تلقی میشدند و حتما یه فشارهایی را هم تحمل میکردند، ولی هجرت نکرده بودند، اینها سطحشون و نحوه تنظیم مناسبات و روابط باهاشون اگر هم بگیم برادرانه، ولی نوعی برادری نازل بود. برای اینکه حرفمو بهتر برسونم، بذارید که آیه مربوطه‌شو حضورتون بخونم با یه ترجمه سریع، بعد بحثو دنبال بکنیم. عرض به خدمت شما آیه‌ای که از میان آیات مشابه که من میخوام بهش استناد بکنم، آیه 72 سوره انفال هست. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. تا اینجاشو ترجمه بکنم. کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مال و جانشون در راه خدا مجاهدت میکنند، کما اینکه کسانی که به این هجرت کنندگان پناه میدند و یاریشون میکنند، این مجموعه مکمل، بعضهم اولیاء بعض، هر کدام ولی همرزمان خودش، هم مهاجران خودش هست. حالا این ولی معنیش چیه؟ وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی به هر ترتیب نسبت بهش بدون بیان جزئیات که الان تو این بحث نمیخوایم بکنیم، نسبت به او مسئولیت داره، مسئولیت از جنس ولایت، رسیدگی، مراقبت، هر جوری که لازم باشه این رو در یک بحث مشروع‌تر مثلا آدم ریز بکنه و دقیق ترش بکنه، ولی به هر ترتیب رابطه ولایته. حالا ادامه آیه رو بخونیم. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء. اونهایی که ایمان آوردند، یعنی ایمان در حد گفتن شهادتین و حتی انجام دادن بعضی از شعائر یا آداب، نسبت به اونها شما مسئولیتتون، روابطتون مسئولیت ولایتی نیست. تا وقتی که اونها هم به مهاجرت بپیوندند، حتی یهاجروا. حالا پس یک رابطه پایین‌تر با ایشون برقرار میشه. بالاخره رابطه خودی همرزمان لااقل نیست. حالا همینها ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. اگر در امور دین و عقیده از شما یا کمک خواستند، البته باید کمکشون بکنید. فرض کنید آموزشی، حمایتی، پشتیبانی، چیزی خواستن ازتون، دریغ نکنید. اما به شرط اینکه الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق والله بما تعملون بصیر. تا اونجایی که کمک کردن بهشون مستلزم آسیب دیدن پیمان به تعهدی که با غیر مسلمان های هم پیمان دارید صدمه نرسونه.
یعنی اهمیت رعایت پیمان و تعهد در قبال غیر مسلمینی که طرف پیمانتون هستند. حالا اینو بیارید قرن 21 و مثلا پیمانهای بین المللی، طبعا پیمانهای درست حسابی منظورم هست، خب معنیش روشن هست. به خاطر صرفه‌جویی در وقت دیگه اینو بیشتر باز نمی کنم مگر اینکه در گفتارهای بعد پیش بیاد. ولی فرض کنید که در همون دوره به هر ترتیب با بسیاری از قبایل صحرا یا بعضا مثلا مثل نجران یا جاهای دیگری که در یمن و غیر ذلک اینا پیوستند، مسلمان ها قراردادهای مودت، عدم تعرض قرارداد میبستند. مسلمان نمازخانه مثلا فرض کنید اطراف مدینه اگر از تو کمکی خواست که مستلزم آسیب رسیدن به مناسبات و تعهد تو با مسیحی یا حتی یا یهودی مدینه یا با مسیحی جنوب یمن یا هر کی از هر فرقه، ولی طرف تعهد، اهل تعهد، اگه به ضرر اونها تموم میشه دیگه حتی در امر دین هم از شما کمک خواستند به این قیمت لازم نیست کمک بکنید، یعنی نکنید. پس ملاحظه میکنید که هجرت عبارت هست از یک تقسیم کننده که همنامهای در دین اسلام وارد یک سلسله مراتبی میشن و نوعی طبقه بندی میشن. تعهد درست حسابی برادری ایمانی و همرزمی بین مؤمنانی هست که اهل هجرت و اهل جهادند. حالا چه پشتیبانی کننده و نصرت دهنده، چه مهاجر از مکه آمده. پس ملاحظه میکنید که ارزش، تعیین کنندگی ارزش هجرت به چه صورت در دین تصریح شده و در قرآن مجید ابلاغ شده. خب امام حسین هم که میخواست مهاجرت بکنه مثلا انتظار داشتید که با اون برادر ناتنیش یا اون پسر عموش که خیلی روابط دیرینه همکاری و فامیلی و خونی و همه جور هم به هم دیگه داشتند، در اعتقاد به علی ابن ابی طالب حتی در حضور جنگ‌های صفین و غیر ذالک و اینها هم با هم دیگه مشارکت داشتند، ولی در این مرحله از قیام دیگه نمیخواستند، در این مرحله از جنبش توحیدی دیگه نمیخواستن همراه امام حسین بشن. مثلا اصلا حق داشته امام حسین به مثلا نصیحت ابن عباس و غیر و ذالک و اینها، ببینید چون آدم های مهم و جدی و برخوردار از احترام بودن، من زیاد نمیخوام اسم ببرم، ولی به هر ترتیب مناسبات مهاجرت و هجرت یه چیز دیگری هست و تمامی مشترکات دیگر معروف و همنام رو ثانوی میکنه. آری، به قول روزخونها، غلام ترک یا دیگر شهیدانی که حتی از ملیت عربی نبودند، اونها نور چشمها و برادران و عزیزان حسین بن علی هستند. بر پیکر پاره پاره اونها بر اثر جهادی که در عاشورا کرده بودند همون احترام و دلبستگی رو از خودش نشان میداد که به
مثلا حضرت عباس یا علی اکبر یا بقیه نزدیکترین کسان خودش. ولی اونی که تو این جبهه نیست، خب خودش خواسته به حسابشو جدا کرده. این گفتگو رو ادامه میدیم، وقتمون تموم شده. تا گفتار بعدی از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ همگی.